دوستان پست آخری که در خصوص خرید و فروش ماشین براتون ضبط کردم و یادتونه؟ همین امروز عین این ماجرا برای خود ما اتفاق افتاد. ما ماشینمون رو تو دیوار آگهی کردیم، یه نفر با همون تماس گرفت، گفتش که من میخوام بیام ماشینتون رو ببینم، نمایشگاه ماشین هستم، اگر که اوکی باشه یه قیمتی برام کم کنید، بیام ماشین رو همونجا با هم مبایع نامش رو بنویسیم. ما هم گفتیم که اوکی تشریف بیارید. این بنده خدا اومد، ماشین رو دید، گفتش که باشه اوکیه، یه قیمتی برام کم کنید، همینجا بیایم مبایع نامش رو بنویسیم. ما هم گفتیم آقا این ماشین کارشناسی نداره، بیایید همین الان بشینیم با هم ببریم کارشناسی. این بنده خدا گفتش که نه نمیخواد کارشناسی. وقتی اینو گفت پس ما متوجه شدیم که قضیه چیز دیگه ایه. چون اگر یه آدمی که واقعا ماشین براش مهم باشه، بدنه ماشین براش مهم باشه، بدون هیچ چون و چرایی میگه بله بشینید ببرین ماشین رو کارشناسی قبل از انجام معامله. ما هم گفتیم که اوکی، پس در قولنامه باید قید بشه که ماشین به رویت خریدار رسید، با علم و آگاهی کامل داری این ماشین رو میخری و بعداً هیچ ادعایی نداری. و این بنده خدا دمشو گذاشت رو کولش و در رفت و قصدش از این معامله کاملا واضح بود. متاسفانه اینجور افراد دارن از عدم علم و آگاهی کافی مردم برای کلاهبرداری سوء استفاده میکنن. در ضمن باید خدمتتون عرض کنم که یک سایتی داره طراحی و راه اندازی میشه که مردم در اون سامانه میتونن با خیال راحت و خیلی امن معاملات ماشینشون رو انجام بدن.